سلام، به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز قراره یه کار خیلی عجیب بکنیم. البته از نظر خیلی عجیبه، ولی از نظر منی که با خدا بستم نه، اصلا عجیب نیست. با ما همراه باشید. یه سری وسیله احتیاج داریم اونجا. یه گام ماساژ برمی‌داریم. البته یه دونه که عرض میکنم چند تا دونه است، یعنی ما 3 نفر داریم میریم اونجا، نفری یه گام میخوایم. قلتکامون رو برمی‌داریم، چوبای هاواییمون رو برمی‌داریم، شیشه بادکشامون رو برداشتیم، چیدیم اینجا همشون آماده. دستکش میخوایم، الکل میخوایم واسه ضد عفونی، پنبه میخوایم. عرضم خدمت شما بیشترین چیزی هم که اونجا احتیاج داریم یه انرژی خیلی خوب و مثبت که بریم اونجا یه حال اساسی به این رفقامون بدیم، بهتر کنیم. بیایم با ما همراه باشین. ویدیو رو نگاه کن، لایک کن، سابسکرایب کن اگه اکسپلور میایین تو. خیلی چاکریم. ما یه شغلی داریم که دوستایی که ما رو میبینن هی قضاوتمون میکنن. قضاوت‌های غلط. نمیفهمم واقعیتش. هیچ فرقی واسه من بین آدما وجود نداره. برادر منم، خواهر منم. میریم اینجا به لطف خدا اگه قرار باشه دو تا دونه درد گرفتگی ساده از بدن این آدمو بردارم، خدا اینو به من پس میده. خیلی بیشتر از اون 2 تا پس میده. جمع و جور کردیم، بارامون رو زدیم رو وانت، بچه‌هامون با ماشین جلویی دارن میرن، داریم میریم بهشت بری. ما همراه باشیم. پنجره‌ای که 2 تا جه داره چی میگن؟ پنجره 2 جه داره. اینم پنجره شبانگی و توانبخشی مراقبت مردم ذهنی سینا. چقدر؟ Sağlıklar yapmışız tamam. Eğlencelere geldik. Boyun masaj vedenlerden. Mosa kube. شغل محسن شغل چطور اینم بیاره سر نهاریا محسن صدات نمیاد. خوش میگذره؟ بله محسن چطوره؟ محسن چطوره؟ بخواب آره
بیارم اصل جنسونه بخوام آماده ای؟ خب ببین این اصلی بخوام رایت بودن تا تو فنگی رو آره در رو پیش بود ببین این اصلا تا وقتی که فشار بدی میزن اصلا دیگه ما میرم مصابی سوهیل رو نمولو جا بچه ها رو میزنی شما رو ماساژ میدی؟ شل کن محسن پاتو آزاد کن شل اینا رو ول کن حسوال چطوره؟ ببین حس ندیم حالم یه حال داداش خدا داداش نمیده آقا بچه ها میگفتن آقا بیار 50 تا آقا بس دیگه صبح آقا 50 تا فرشته ها البته حال میده خدا حفظش کنه اون مثل استفاده جا به لطف خدا تموم کردیم و در اومدیم از مجموعه سینا. تو مجموعه سینا من فکر میکردم که کمپ ترک اعتیاده، ولی این مجموعه واسه کسایی بود که معلولیت‌های ذهنی و جسمی دارن. فیلماشون هم حالا دیدید 100%. واقعا این بهشت بود برام. انقدر که حس خوب از این بچه‌ها گرفتیم، انقدر که باهاشون شوخی کردیم، گفتیم، خندیدیم، ماساژشون دادیم. تو رو خدایی که دستت میرسه یه کاری بکن. دنیا همین امروز و فردا نیستا.